خب بخش دوم نامه آقا امام صادق علیه السلام به ابن جندب می‌فرماید ای ابن جندب حق علی کل مسلم یعرفنا، هر مسلمانی که ما را بشناسه، ای بشناسه معرفت میگه، نه ای شناخت تذکره‌ای، نه ای که مثلا بفهمی که امام جعفر صادق چند سال عمر کرده، با کجا زندگی کرده، پدرش کیه، مادرش کیه، برادرش کیه، در دوران امام صادق کیا خلیفه بودن، یعنی می تاریخ دیگه آدم بفهمه. ایر نمیگن. معرفت ائمه و معرفت خدا یک چیز دیگر میگن، یعنی واقعا تو قلباً بفهمی که امام معصوم میه و تو ولایتش را قبول کنی، که در بخش اول دیروز گفت دیگه، ولایتش را قبول کنی. ایر میگن معرفت. حال میگه اگر کسی معرفت ما را داشته باشه بر او لازمه. چی لازمه؟ دیروز اگر یاد شما باشه گفت اولیاء ما این چنینن، نه صفات اولیاء خدا گفت، اونایی که ولایت اهل بیت دارن ای رقمن. امروز یک نکته نو میگه و لازمه، او کسی که ولایت مار داره لازمه که اطور باشه. چطور باشه؟ حل گوش کنید. میفرمایه ان یعرض عمله فی کل یوم و لیلت علی نفسه، هر روز و شب کوشش کنه که حساب خدا بگیره، محاسب اعمال خودت باشی هر روز و شب. فیکون محاسب نفسه، باید محاسب نفس خود باشی. فان رأى حسنة استزاد منها، اگر دیدی کارای خوب کردی از خدا بخواه که به توفیق بده زیادتر بکنی. و ان رأى سیئة، اگر دیدی کار خراب کردی استغفر منها، از کار خراب خود استغفار کو. لئلا یخزى یوم القیامه، تا روز قیامت شرمسار نباشی. خب امام چی میخواه بگوی به من؟ مسئله محاسبه یک مسئله جدیه، در روایات فراوان داریم، در قرآن هم داریم که خود شما به می دنیا حساب خود بکنه، نمانین که به روز آخرت او حساب شو و او رسوایی به وجود بیایه. یک وقت امام سجاد که زیاد گریه میکرد دیگه، یکی از بکائین گفتن شد، خب گریه میکرد، یک بنده خدا آمد پیشش گفت یا ابن رسول الله شما بخشیده شده این، جنت به شما وعده داده شده، شما تازه شفیع دیگران شما این، دیگران شما شفاعت میکنین که به بهشت برو، شما چرا اینقدر گریه میکنین؟ حضرت یک جمله بسیار اهمیت و عجیبی با آه و افسوس گفت تو چی میدانی از رسوایی روز قیامت؟ از رسوایی روز قیامت. گفت چطور ابن رسول الله؟ امام فرمود که در روز قیامت همه بنده ها تو رو تماشا میکنه، کل بندگان خدا تو رو تماشا میکنه، تمام اعمالت به نمایش در میایه. به این دنیا ظاهر عمل میبینیم، او دنیا باطنش رو میبینیم. کل انسان ها میبینن که تو امروز مثلا فرض میگیریم منبر رفتی، به چی نیت منبر رفتی؟ حال شما خب اما گی شما میگین خب این فلانی منبر رفت خداش الخیر بده مثلا رفت، ولی او دنیای تو نیه. او دنیا میبینی که طایری آمده منبر رفته، نیتش چی بوده، به چی نیت آمده اینجی؟ نیت هر مردم میفهمه. امام میفرمایه که از او رسوایی روز قیامت ترس داره. خب به این معنی نیه که نعوذ بالله خدای نخواستن ائمه گناه میکردن یا مثلا نیتای خراب داشتن، نه،
اونا برای خود اندکترین غفلت گناه میدانن که یک کمی اوششی طرف شوه امور برای خود اونا گناه میدانن. ما خوب به نماز واجب نوز استاده موش معنیه. اونا در طول ایام، در طول شبانه روز همیشه به یاد خدا بودن، ذاکر خدا بودن. یک لحظه اگر غافل می شدن، مثلا فرض میگه یک نفر می آمد سوال میکرد، مشغول می شدن به جواب سوال دادن، همین ثوابه. ولی بسیار وقتا همیر می گفتن غفلت نشده باشه، یا او وظیفه سنگینه که به دوش ما گذاشته شده آیا بجا آوردم یا نآورد، یا اون نعمتهایی که خدا به ما داده در برابر نعمتهایی که حساب نمیشه اصلا، در برابر اونا آیا شکر به اندازه اونا ما تانستم یا بکنم یا نکنم، حقش رو بجا آوردم. ترس ائمه ازی بوده. به هر ترتیب در مورد محاسبه ما همیشه وظیفه داریم که خود ما حسابای خود بکنیم. آخرش فرمود که تایی که روز قیامت شرمسار نشوی. اگر خودت همینجا حساب خود کردی دیگه او روز برایت آسانه، او روز برایت آسان میشه. هر روزی که ما تیر میکنیم رای آسانش رو به شما میگم. شام وقت خواب میشین شیشتی بروی جا یک دفعه بشخی خود حساب کن من امروز چی کار کردم، از سر صبح حساب کن تا شام من چی کار کردم، چند کاری که من کردم برای رضای خدا بوده، با امر خدا بوده، رضایت امام معصومم در او بوده. چون ما شما در قبال امام باید جواب بدیم دیگه، امام حاضر مهمیه دیگه. در قبال امام معصوم خود من چی کار کردم امروز، وظیفه‌ای که به دوش ما بوده انجام دادم یا ندادم، خوبیایی که کردی همه رو پیش خود یادداشت کن. یک دانه کتابچه داشته باشین، بسیار کار آسانه. مثل ما مبارک رمضان کار بکنن برای ماهای دیگه شما تمرین شو. یک دانه کتابچه داشته باشین، اونایی که بی سواد است میتونن بکنن. یک دانه قلم سیاه، یک دانه قلم سبز پیدا کنن، با یک صفحه با قلم سبز هر چی کارای خوب کردن یک دانه خط بکشین، مثل خاشه ولگی تواری. با یک صفحه گناهایی که کردن یک دانه خط سیاه بکشین. خلاص به خود شما معلوم میشه که من چقدر گناه کردم، چقدر مثلا کار خوب کردم. اگر این فرهنگ جا بفته، یعنی واقعا ما مسلمان ها غافلیم دیگه، نداریم از این چیزا. اگر این فرهنگ جا بفته، خارجی ها دارن از این گفه، خارجی ها هر کدوم دفتر خاطرات دارن. این بعضی آدمایشان که مشهوره دفتر خاطراتشان چاپ میشه، ببینید دا جلده. یک دنیا حرف منشیه، یک دنیا حرف منشیه. خب شما امروز تیر کردین، در این روز چی کارهای خوب کردین، چی کار خراب کردین، اینا رو خود حساب میکنی. کار خوب کرده بودی همونطوری که امام میفرمایه دست بالا میکنی خدای دیگه هم توفیق بده، توفیق بیشتر بده که من دیگر بیشتر از این کارهای خوب کنم. کار خراب کرده بودی همونجا توبه میکنی، استغفار میکنی، خدای من ببخش، برای آخرت نمان دیگه، همین دنیا ببخش بر. و خداوند عظیم شان وعده داده دیگه در ماه مبارک رمضان که میبخشم شما، ماه غفرانه دیگه، میبخشیم. این در همین ما کوشش کنیم میر تمرین کنیم. خیلی خود محاسبه یکی از چیزاییه که برای رشد انسانه. اصلا دین اسلام برای رشد آمده که ما را رشد بده، بیاره بالا. نکنین حالا دین مسیحیت، البته او مسیحیت اصلی که دیگه حضرت عیسی آورده و یک بخش از اسلام هم. خداوند در قرآن میگه همه مسلمان بودن، یعنی همگی به اسلام دعوت کردن مردم. یک دینه دیگه، دین نیه در عالم. اینا آمدن تغییرات دادن، کتاب ارز آمدن کم کردن، زیاد کردن، انجیل و تورات و اینا را مگه دست زدن. خب علمی دینی که فعلا دارن عیسویه، امی انسان به کجا میرسانه؟ چقدر آدم رشد میده؟ اما دین اسلام وقتی میبینی دستوراتش کلی در یک راستایه،
همگی برای یک هدفه. او هدف چیه؟ برای رشد دادن تو، برای که تو به کمال برسی. کل برای همیه. حرفایی که دیروز گفتیم امروز بهش بین این حرفا زمینه کنه. اگر ما در زندگی خود محاسبه داشته باشیم، بتانیم خیلی خود یک حساب و کتاب داشته باشیم، همینطور که حساب دکانداری دارن، حساب زندگی خودم بتانیم بکنیم که من امروز در همین مسیری که خدا برای ما گذاشته به نام صراط مستقیم، روز چندین دفعه میگه اهدنا الصراط المستقیم، آیا در این مسیر من چقدر قدم ماندم؟ رفتم همین صراط مستقیمه یا نرفتم؟ اگر عادت کردیم به این که خود حساب کنیم و محاسبه کنیم، یکی از آثار مهمش همیه که مسئولیت پذیر میشیم. چطور؟ چرا خود محاسبه میکنیم؟ محاسبه برای چی بکنیم؟ چرا من شب بشینم حساب کنم؟ به خاطر ای که فردا روز محشر خداوند متعال در قرآن گفته ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. چند تا تاکید کرده، چون ما بنده دیر باورم دیگه، زود باور نمیکنیم. هر خدا با تاکید آمده گفته. بعضی جهات مجبور میشه قسم میخوره. دیدین سوره و الشمس ها چند تا قسم خورده؟ 11 تا قسم خورده. و الشمس و ضحاها و القمر و ما تلاها و النهار اذا جلاها. 11 تا قسم خورده خدا، چون میفهم ما بنده دیر باور میکنیم. اینجی من تو با تاکید میگه باور کنین. این دیگه باور کنین که فردا روز محشر از تمام نعمتهای خود از شما سوال میکنم. خب نعمتهایی که به ما داده، 2 تا چشم مقبول داده، گوشت داده، زبان داده، دهان داده، بینی داده، مثلا فرض میگیره مغز داده، شوش داده، قلب داده، دست داده، پا داده. ما از این نعمتها چی استفاده کردیم؟ یعنی اگر آدم بتانه خیلی خود محاسبه کنه که ما از این نعمتها چی استفاده کردم، فردا خود ما بازخواست میشه. بازخواسته روز قیامت تو نیه که بگویم روز دوشنبه چی کار کردی؟ بعد ما بگویم روز دوشنبه صبح که وقتم نماز خواندم، مثلا بعدش فرض میگیریم چای خوردم، بعد از چای رفتم دکان، رفتم آمدم چاش نان خوردم، 1 ساعت خو شدم، باز رفتم دکان، پس آمدم شام خانه نان خوردم خو شدم، خلاص. تو نیه. کل عمر ما و شما 70 یا 80 یا 90 ساله. روز قیامت چقدره؟ 50,000 سال. بابا خدا ما 70 سال عمر کردیم، تو حساب 70 سال خوب 70 سال از ما بگی دیگه. یعنی که تو دقیقه به دقیقه حساب کنه باید 70 سال باشه. بگه نه 50,000 سال. دلیلش چیه؟ به خاطری که هر نعمت جدا جدا سوالات داره. روز دوشنبه ساعت 8 بجه بیکار ششته بودی، فیسبوک ازای می کردی، ای چشم چرا به جا خرج کردی؟ ای تو حساب. یک وقت آقای قرائتی گفت ما بعد از فوت امام خمینی به مکه معظمه عروسش دیدم، فاطمه. گفتم فاطمه خانم چه خبره؟ گفت ما امام خو دیدم. ما وضوع می سوال کردم، گفتم چه خبره؟ گفت فاتی جان، عروس فاتی می گفته فاتی جان ام دست که تو بالا می کنی هنوز اینجا حساب داره. حساب می خواهی چرا بالا کردی؟ او دا عالم بزرگواری که شربخو دیدن گفتن چی حال داری؟ گفت 1 ساله گرفتار اینمیم که از یک بوته سیس که از بیرون شهر آورده بودن میفروختن، سابق می آوردن دیگه، بوته می آوردن به شهر فروخته می شد. ما یک ریزه کندم که دندان خلال کنم. یاد ممنیه که خلال کردم یا نکردم خلال. 1 سال گرفتار شد. ساده نگیریم دنیا، و دنیا بسیار سخته، بسیار سخته.
کل نعمت هر خدا سوال میکنه. ما پارسالم به این مجلس گفتم دیگه، ما کوشش میکنم که حرفای قرآنی و احادیث به زبان خود شما به شما بگم. پارسال من گفتم که اگر فردا روز محشر خداوند متعال یک جاپانی را استاده کرد و تو هم روبروش استاده کرد، سوال میکنه، میگه خوب سیل کو طرفش، همون دو چشم و دو گوش و دو دست و دو پا و مغز و قلب که به او دادم به تم دادم، هیچ نه کم نه زیاد. او استفاده کرد از اینا، حداقل دنیا درست کرد، آخرت اونا قبول نداره. تو چی کار کردی؟ تو از این نعمتای ما چی رقم استفاده کردی؟ از این نعمتایی که ما به اختیار تو مندم، تو چی رقم استفاده کردی؟ یعنی اگر ما محاسبه خی خود داشته باشیم، هر شو بیایم حساب خود بگیریم، کم کم مسئولیت پذیر میشه، میفهمیم که خب یک جای هسته که بعض از ما سوال میشه. پس همه بیا خودم از خود سوال کنم، امروز ما چی کار کردم؟ از چشمخ چقدر استفاده کردم؟ از گوشخ چقدر استفاده کردم؟ از مغزخ چقدر ما استفاده کردم؟ در چی راه استفاده کردم؟ لقمه که خوردم آیا این لقمه حلال بود یا حرام بود؟ لباسی که تهیه کردم آیا این لباس حلال بود یا حرام بود؟ البته اینایی که به شما میگم متن یک حدیث کلانه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر. یک صفحه میگه باید شوخ خود حساب کنی که این چیزی که من نوشیدم، این نوشابه که خوردم، حالا یا شیر بوده یا فانتا بوده یا او بوده یا چای بوده یا دوغ بوده، هر چیز نوشیدنی دیگه، این نوشیدنی که من نوشیدم از کجا بود؟ حلال بود یا حرام بود؟ این غذایی که من خوردم حلال بود یا حرام بود؟ من دیگه سالا گفتم دیگه، تا نام عروسی میشه و نام نظر میشه بدو میگیرن. بابا چی خبره؟ معلومه تو میفهمی آدم حساب سال داره که برای تو نظر کرده شله گوشتی کرده میری میخوری؟ یک وقت خدا رحمت کنه، بعضم خدا رحمت کنه، آیت الله نجفی که در این مسجد بودن، این مسجد که میام دیگه یاد زو برای ما زنده میشه. مردم ما میگن عجیب ظفر آقا. آیت الله نجفی بزرگوار یک سیدی بود که وقت شیشته بود، خیالت میامد امام زاده شیشته. یعنی واقعا همون که میگفتن عالم او کسی که تو سعی میکنی آخرت به یادت میاد، او هم تو شی بود. خدا بیامرز. یک روز خیش به یک مجلس بودیم، گفتم که همین آدمی که مثلا ما تا آدم خانه ازی شیشتیم نان میخوریم، یه صاحب سال داره یا نه، نان ازی چطوره که میخوریم؟ گفت صحیحه. گفتم چطور صحیحه؟ گفت شریعت گفته نان مؤمن خوردنش روایه، چون مؤمنه ما بهش اعتماد دارم. گفتم یعنی حساب سال؟ ما خبر ندارم حساب سال داره یا نداره، ولی ما بهش اعتماد دارم، مؤمنه دیگه. گفتم بسیار خوب. تا اینجیش خو حل شد. اگر این نان حرام بود آیا بر ما اثر میکنه یا نمیکنه؟ حرف دیگه. یک مثال ساده برای شما میگم. یک نفر شراب خورده، ناخبر نمیفهمیدی شرابه، بالا کرد خورد. قاضیم دید، خود قاضی دید یا شاهدام دید که این ناخبر خورده، عمدن نخورده، یه آدم شراب خور نیه. قاضی خو حق نداره ایش لغ بزنه دیگه. همگی ما شما امیر میگیم دیگه، شراب خورده به ناخبری. ولی آیا شراب بری اثر میکنه یا نمیکنه؟ شما بگوید. نشه میشه دیگه. این نان حرامه که تو خوردی درسته از نظر حکمی میگی حلاله، نان خانه مسلمان بوده و نان خانه مومن خوردیم، آیا اثر داره یا نه؟ بر اولادت بر نطفت اثر میکنه یا نه؟ امام حسین در کربلا که آمد 3 بار سخنرانی کرد، کس گوش نمیداد. آخر گفت بله باید گوش نکنین، چون شکمای شما از لقمه حرام پره. این حرف میفهمی چقدر ما بینش گفتیم قدیمی یک زانو او پرتوا. یعنی میخواه بگویا که ای مردم، به ما تو میخواه بگویا
که لقمه حرام به شکمت باشه، خود امام زمان هم به برات سخنرانی کنه تاثیر نمیکنه. صحیح کنه؟ این محاسبه این منجیر میگه باید حساب کنی امروز نانی که خوردم چی بود. اگر امشب خیلی خود ایر گفتی، صبح شو ایر گفتی، پس صبح شو امیر گفتی، شبی پنجم ششم دیگه روز که به بازار بدل میشی متوجهی که هرچی نخوری دیگه. هرچی نخوری، هرچی نگاه نکنی، هرچی گوش نکنی، مراقب میشی دیگه. خدا رحمت کنه آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان شخصیت بزرگی بود، واقعا شخصیت بزرگی. آخر عمرشه، لحظات آخرشه، یکی شاگردش میگه من رفتم پیشش گفتم در آخر یک توصیه به ما اگر بکنی. گفت مراقبه 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 تا که نفسش بند شد. مراقبه یعنی چی؟ یعنی خودت مراقب خود باش دیگه. مراقب چشمت باش، مراقب گوشت باش، مراقب دستت باش، مراقب فکرت باش، مراقب قلبت باش که چیزای ناقی من قلبت وارد نشوه. این مراقبه چی وقت پیدا میشه؟ که شب محاسبه کنی، هر شب خیلی خود حساب کنی، کم کم عادت میکنی، در روز دیگه مراقب خودی و این مسئولیت میپذیری که من در برابر یک کسی فردا روز معاشر استاده میشم و اینا را مگیر از ما سوال میکنه. مسئولیت پذیری پیدا میشه در انسان. وقتی این رقم شد انسان مراقب بودی، 24 ساعت مراقب بودی، خب اثر دیگهش تقوایه. همین که قدر میگن تقوا داشته باشین، این امیر میگه دیگه. آدم متقی کیه؟ آدم متقی کسی که مراقب اعمال خوده، مراقب رفتار، کردار، گفتار، اندیشه های خود، مراقب همگیه. یعنی حواسش هسته که مثلا چی میگم من، این گفت درسته که بگم نگم. هم قدیمی ها میگفتن 100 بار بیاندیش 1 بار بیانداز. یعنی زیاد باید فکر کنی که چی بگم. این گفتهایی که از دهان ما بیرون میشه اینا عمله، جزء اعمال ما حساب میشه، در نامه عمل ما نوشته میشه. بعضی وقتا یک کلمه گفت از دهان ما بیرون میشه، میبینی شر بپا کرده، شر بپا کرده، در حالی که هیچیم نیه، هیچیم نیه. یک بنده خدا نقل میکنه میگه به یک مسجد بودیم، ملای مسجد یک روز آمد، از امراه که آمد من دستشویی درون شد، از دستشویی که بدر شد رفت من مسجد آمد، نماز استاده شد شروع. محمد نیران منده. یک 2 روز 3 روز بعد باز دیدم تو آمد، معنی دستشویی درون شد، آمد من مسجد، نه وضو نه شی. و من بزی گفتم یک 2-3 نفر گفتم مقصد مخون دیدم ده کمی آدم وضو نمیگیره، دستشویی میره وضو نمیگیره، می استاده میشه. گفت کلان شد، قاله شد دیگه. ملار بدر کردیم بسیارم به رسوایی. بعد از چند وقت امی آدم خودش میگه من به مریضی شکر گرفتار شدم. مریضی شکر نوع 1 داره، نوع 2 داره. اونایی که به مریضی شکر نوع 1 گرفتار میشن کم کم دیگه بالا میآیه، باید هر روز انسولین بزنن، پیچکاری آیه که باید بزنن. او انسولین به پوست زده میشه. گفت خب من رسیدم به انسولین دیگه بالاخره. گفت اتفاقا همه تو روز بالای من پیش شد و دویدن میایم که مسجد اذان داده، ال نماز شروع میشه، انسولین میاده میرفته، ال ما بین نماز چپشم زود معنی دستشویی درون شدم، دامن بالا کردم، شکم خمیر زدم، کم زدم، یک دفعه یادم آمد که او مولا نکنه همه تو بودن، او انسولین میزده. سعی کنین آدم اگر مراقب گفت باشه چی کارایی میشه. یک کلمه گفت شر به پا میکنه، کل جامعه رو به هم میزنه. لہذا این نکته از امام صادق علیه السلام امروز داشته باشین که کوشش کنین حداقل در ماه رمضان خود عادت بدین، دیگه باز کارا درست میشه.
خود عادت بدیم که شام وقت خواب میشیم یک محاسبه بکنیم که من چی کار کردم امروز. اگر کار خوب کرده بودی میفرمایه که از خدا بخواه، خدا توفیق بده دیگه بکن. اگر کار خراب کرده بودی استغفار کو تا روز قیامت رسوا نشوی. بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم بحق محمد و آله.